دادگاه نهایی سویت شهر نوسیبیرسک روسیه روز 28 ایول سال 2022 تقاضای تفتیشات را قانع گردانیده شهروند 27 ساله تاجیکستان خوشنود امرویف را که در نوسیبیرسک او را همچون رمان میشناختند برای 2 ماه حبس گرفت. اطلاع تاجیک صبح 27 ایول با اتهام کشتار بی‌رحمانه معشوقه سابقش انستاسیا دختر 17 ساله مکتبخوان از شهر نوسیبیرسک همسایه برتسک دستگیر شد. دست کم تا 26 سپتامبر پشت پنجره در سزا خواهد ماند. انستاسیا شب 26 ایول در جنوب شهر نوسیبیرسک با دست کم 15 ضرب کارد کشته شد. وقتی که قاضی پرونده برای تنفس بیرون رفت، ژورنالیستان در دادگاه جمع شده توانستند با خوشنود سوال و جواب انجام دهند. او اصرار داشت که دختر دوست داشته‌اش را برای به وی خیانت کردن کشته است. شما گناه را به گردن میگیرید، اظهار پشیمانی میکنید؟ پرسیدند ژورنالیستان. بله. چرا این کار روی داد؟ برای خیانت. شما او را دوست می‌داشتید؟ خیلی. دیر باز وا می‌خوردید؟ 2 سال باز. همراه به این سوال که آیا از روابط با دختری از خودش 10 سال خورد شرم نمی‌کرد، پاسخ نداد، ولی گفت که با خویشاوندان دختر مناسبت خوب داشت و همراه مادر او در یک جا کار می‌کرد. همه چی خوب بود، گفت امرویف. او همچنین گفت که قصد فرار از نوسیبیرسک و از روسیه نداشت و او را وقت سیر و گشت دستگیر کردند. ریاست تفتیشات ولایت نوسیبیرسک روسیه روز 27 ایول سال 2022 ثبت ویدیویی پاره کوتاهی از بازپرسی شهروند 27 ساله تاجیکستان خوشنود امرویف را که در نوسیبیرسک خود را رمان معرفی میکرد نشر کرد. امرویف صبح 27 ایول با اتهام کشتار بی‌رحمانه معشوقه سابقش انستاسیا دختر 17 ساله مکتبخوان از شهر برتسک دستگیر شد. انستاسیا شب 26 ایول در جنوب شهر نوسیبیرسک با دست کم 15 ضرب کارد کشته شد. سامانه محلی ترگراد نوسیبیرسک با تکیه به منبعش در مقامات حفظ حقوق خبر داد که مرد دستگیر شده در روسیه قانونی زندگی میکرد و تا ماه فوریه سال 2023 حق اقامت داشته است. ولی منبع این نشریه خبر داده است که مرد 27 ساله دستگیر شده ماه دکمبر سال 2019 بر اساس قسم یکم ماده 119 کودکس جنایتی روسیه با اتهام تهدید کشتن و ماه فوریه سال 2020 بر اساس قسم دوم ماده 115 با جرم رسانیدن آسیب سبک به سلامتی محکوم شده بود. نشریه دیگر نوسیبیرسک قبلا خبر داده بود که امرویف پیشتر برای تهدید کشتن و لطکوب یک معشوقه دیگرش که با او قبل از انستاسیا مناسبت داشته است به جوابگری کشانیده شده تقریبا نیم سال در سزا قرار داشته است. نشریه دیگر نوسیبیرسک می نویسد که قبل از کشتن امرویف خطاب به انستاسیا گویا گفته است که یا از من میشوی یا از هیچ کسی دیگر. طور بامداد قبلا خبر داد یک مرد 27 ساله زاده تاجیکستان با نام رمان همرویف در شهر نوسیبیرسک روسیه با اتهام کشتار بی‌رحمانه معشوقه سابقش انستاسیا دختر 17 ساله مکتبخوان از شهر نوسیبیرسک همسایه برتسک دستگیر شد. لحظه این کشتار را که شب 26 ایول سال 2022 در کوچه لیساسچنایا روی داد، یک راننده که آن شب تصادفاً در آنجا بود توانست با ویدیو رگیستراتور ماشینش ثبت کند. این راننده و هم راننده یک تاکسی دیگر که شاهد بی‌رحمانه معشوقه‌اش را کشتن امرویف شدند در آن لحظه از ترس نتوانستند به کمک جبرانیده بیایند. در ثبت دیده می شود که جوان با ضرب کارد دختر را در روی رو به زمین میافتاند و بعد افتیدنش نیز به بدن او با کارد ضربه میزند و از جای حادثه فرار میکند. بعد رفتن او آن 2 راننده شاهد به پیش دختر میشتابند ولی او الکی در جای حادثه جان داده بود. تشخیص بعداً در بدن او 15 زخم کارد را پیدا کرده است. شخصیت گمان برشونده را پلیس زود معاین کرد و او را دستگیر کردند. بنا به اطلاع مقامات تفتیشاتی بازداشت شده الکی در بازپرسی اول به کردارش اقرار کرده است. نسبت به او بر اساس قسم یکم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه با اتهام کشتار پرونده گشودند. به امرویف بر اساس این بند قانون همچون جزا از 6 تا 15 سال زندان تهدید میکند.